السلام علیکم بینندگان گرامی، نشر نهبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. سنه 4 ایول سال 2025 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در جلسه سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی با جمهوری آذربایجان سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه سرور دولت محترم امامعلی رحمان را یک گروه شخصانی رسمی گسیل نمودند. در این سفر سرور دولت پیشوای معظم ملت را وزیر کارهای خارجی یاردمچان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رابطه‌های خارجی و اوید به مسائل اقتصادی، وزیران رشد اقتصاد و سودا، نقلیات و دیگر شخصانی رسمی همراهی می‌کنند. 4 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در جلسه سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی وارد شهر فیزولی جمهوری آذربایجان شدند. در فرودگاه بین المللی فیزولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان کریملی عدیل و دیگر نمایندگان والامقام گرم و صمیمی استقبال گرفتند. با افتخار مهمان عالی قدر میدان فرودگاه با پرچم‌های دولتی آرای یافته قراول فخری صف آراسته بود. ادامه برنامه: رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده با رفت کارهای آبادانی و سازندگی در دهه مرغدر جماعت دهاتی رودکی و دیگر انشاءات جشن با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شناس گردید. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و راهنمایی‌های رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با اشتراک رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده و نمایندگان شریکان رشد به محل نوی اهالی نشین که در قریبی دهه گلستان جماعت دهاتی وارو بنیاد می‌گردد سنگ اساس گذاشته شد. ضمن گذاشتن سنگ اساس و معرفی لایحه دهه نو ذکر گردید که آن در دایره همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با امارات متحده عرب با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و سرمایه‌گذاری تشکیلات بین المللی خیریوی شارجه از جانب تشکیلات جمعیتی خیریوی تاجیکستان بنیاد می‌گردد. طبق لایحه در اول برای 25 عائله احتیاجمند منزل‌های استقامتی دارای 3 حجره و دیگر حجره‌های یاری رسان ساخته می‌شوند. در دهه نو بنیاد بینای مؤسسه تعلیمی و نقطه طبی نیز در نظر داشته شده است. طبق نقشه محل استقامتی نو تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده به احتیاجمندان تقدیم کرده می شود. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. از قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان بیشتر از 18 سال سپری شد. آیا طلبات این قانون پورا رعایت می شود؟ ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. از قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان بیشتر از 18 سال سپری گردید. سال 2024 با این قانون تغییر و اضافه‌ها وارد کرده شد. ضمن یک مصاحبه تلویزیونی مدیر بخش دین تنظیم جشن و مراسم در نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent پرویز امانزاده اندیشه‌هایش را پیرامون ترغیب و تشویق و مورد عمل قرار دادن این قانون چنین ارزیابی کرد. در 6 ماه سال جاری در حدود شهر دیهاتی پنجکent 25 پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری از جانب متصدیان ترتیب داده شده برای بررسی به سود ارسال کرده شد که طبق قانون سود جریمه معین نموده جزای مأموری نیز همین پروتکل‌ها در وقت برگزاری کدام معرکه‌ها ترتیب داده شد؟ اساساً برای آگاه نکردن کمیسیا همزمان معرکه‌های منع شدگی از آن جمله فاتحه یا اینکه
توی فرسونی یا اینکه توی قبول کنی یا اینکه معرکه چیل یا اینکه معرکه سال معرکه عزاداری که به دادن تمام پیش بینی شده است رعایت نشده. حاجی طالبان هم بود پروتکل ها؟ نه، سال گذشته بود. امسال پیش از سفر حج ما با حج روندگان صحبت گذرانده، دستخطاشون همشون گرفتیم. عموما اولی امسال اگر قانونشکنی نیست. حاجی اوشی حاجی طالبان وابسته به حج عموما پروتکل حقوق ویرانکنی نشده است، چونکه از جانب متصدیان کاربری پرزور کرده شده. این سمت هم طبق سپارش رئیس کمیسی دومی تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرایی حاکم دولت شهر محترم رئیس شهر، ما در این سمت کاربری رو خیلی درست برآورده. همزمان در این مصاحبه تلویزیونی سرخطیب مسجد جامع مرکزی محمد امین غفارزاده از مردم دعوت کرد که هیچگاه به زیاده روی راه ندهند. در اصل اگر خواه از نگاه فرهنگ اسلامی خواه از فرهنگ ملی اگر نگاه میکنیم تا این درجه اسرافکاری ها در معرکه ها در مراسم ها دیده نمیشون. این یک واهمه به طریق مسابقه انجام داده شد در بین مردم به طریق خودنمایی و ریاکاری. خوشبختانه 8 یونی سال 2007 با تشبث و ابتکار پیشروی ملت قانون تنظیم و جشن و مراسم امضا گذاشته شد و با به عمل برآمدن این قانون در جمهوری ما بسیار پیشروی ها پیش راه اسرافکاری ها را گرفتن شد و مردم از یک خراجات های بی‌عقلانه یک خراجات های ریاکاری خودنمایی خیلی دور شدن و با همین راه خوشبختانه حکومت تاجیکستان پیشروی ملت ما با ابتکار اون کس صد این راه اسرافکاری ها برقرار شد و همچنان از نگاه اسلام چنین است که مثلا در تمام کارها اسرافکاری ها هم خطرناک و هم حرام است. مثلا در همون عباره آمده است که فالاسراف فی الاکل و شرب فوق الطاقه الجسمیه ضرر و خطر و حرام و الاعتدال هو المطلوب. یعنی در همین خوردن و نوشیدن هم اگر ما اسرافکاری رو انجام دهیم اگر این هم ضرر و هم خطر و هم حرام است، لیکن اعتدال در آن اعتدال این خوب است. واقعا امروزها در شهر و دیهاتی پنجکین جشن و معرکه های مردم ادامه دارد. ما اطمینان داریم که ساکنان دیاری باستانی ما طلبات این قانون را رعایت میکنند و هیچگاه به خراجات زیاده‌روی، خودنمایش‌دهی و دیگر عملهایی که قانون منع کرده است راه نمیدهند. درباره نقشه ماندگاری فرزندان سمرقندی بوستون در رشد تاجیکستان کتاب تحت عنوان اصلها و نسلها از چاپ برآمد. با تلاش و زحمت‌های گروه اهل زیای تاجیکستان زادگان سمرقندی بوستون درباره زندگی نامه، سرنوشت و سهم صدها نفر فرزندان برومند این خطه قدیمه تاجیکان که هنوز 100 سال مقدم یعنی سالهای 20 و 30 قرن 20 با امر دل برای آبادانی کشوری نوین ما به شهر دوشنبه و دیگر منطقه های تاجیکستان آمدند. در رشد تمام ساحه ها نقش شایسته گذاشتند. کتاب گرانبها به چاپ رسید. با مقصد نجیبانه ثبت فعالیت گوناگون ساحه چندین نسل سمرقندیان در صحیفه های تاریخ و فرهنگ تاجیک کتاب اصلها و نسلها از طرف مصنف و مرتب نرزق العابدوف زیر تحریر حضرت صباحی و شوکت محمدوف به نشر رسید.
که مطالعه آن خواننده را با زحمت‌های ماندگاری فرزندان برومند سمرقند باستان آشنا می‌سازد. در صحیفه اول کتاب مقصد چاپ این دانشنامه مختصر چنین توضیح یافته است. در کتاب از زندگی نامه اولین سمرقندیانی که سالهای 20 و 30 عصر 20 و بعد با نیت خدمت کردن به دولت نوبنیاد تاجیکستان با امر دل و برای قرض فرزندی از شهر آباد و معموری سمرقند به استلناباد، دوشنبه نوآباد رخت سفر بسته بحر شکوفانی آن صحب گذاشتند. همچنین از بازماندگان آنان سخن می رود که در پیروی اجداد خود وطن جان و جانشان را می خواهند زیب دنیا گردانند. کتاب با دیباچه ادبیاتشناس شناخته روانشاد جورخان بخازاده درباره تاریخ سمرقند آغاز یافته پیرامون حیات و ایجادیات فعالیت سازنده 630 نفر زادگان صیقلی روی زمین در رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی جمهوری تاجیکستان دوام دولتداری زمان شوروی و صاحب استقلالی به شمول چهره‌های شناخته استاد صدرالدین عینی، حبیب یوسفی، برنا اسحاقова، کمال عینی، سید رضا علیزاده، زیادالله شهیدی، طالب شهیدی، رسول حادیزاده، بالتا ارتزاده، برهان رجبوف، فاتح نیازی، حضرت صباحی، فضلالدین محمدیف، ناصرجان معصومی، منهاج غلاموف، حامد منصوروف، شایسته ملاجانова، رحیم هاشم، تورقل ذهنی، باریس کیمیاگاروف، نیریا امینوف و صدها سمرقندیان ملت دوست معلومات داده شده است. کتاب با خلاصه عضو اتفاق ژورنالیستان نرزق العابدوف تحت عنوان پیوند نسل‌ها پرمضمون خاتمه یافته یکی از سرچشمه‌های واقعاً مهم برای نسل‌های امروز و آیندگان میباشد. برنامه را ادامه می‌دهیم. در شهر دهاتی پنجکند جمع آوری کشتی کارتوشکا بومرم ادامه دارد. کартошка яке аз маҳсулоти асосӣ дар сабати истеъмолии аҳолӣ ба шумор рафта. кишоварзони шаҳри панҷакент пайваста ба кишту парвариши ин маҳсулот таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд ва ҳамин гуна бо риояи агротехникаи кишту парвариш ва дар амал татбиқ намудани илм дар истеҳсолот ҳосили хуб низ ба даст меоранд. агар дар як қисмати заминҳои кишоварзӣ ба шинондани картошка нав оғоз бахшида бошанду дар як гӯшаи дигар ин маҳсулот нашъунамои хуб дошта бошад, кишоварзони пешқадам ҳосили картошкаи барвақтии кишинамудаи худро جمع‌آوری نموده ایستادند. ما امسال تصمیم گرفتیم که با میدان 50 صادق کارتوشک بهاری کشت نماییم و چنانکه که امروز ما جمع‌آوری حاصل یکم را انجام داده ایستادیم. امسال حاصل ما بسیار حاصل فراوان شد و ما تصمیم گرفتیم که در کشت تکراری یک قسم زمین را سبزی ترمایی کشت نموده، یک قسم دیگرش را قلمفور بلغاری کشت نماییم و ما منتظر از آن هستیم که جناب عالی زمین را به دهقان داده و امروز دهقانان با مهنت خود ثمره آن را به زندگی خود صرف کرده ایستاده است. با مساعد آمدن باد و هوای امساله حاصل دسترنج دهقان در صحرا خوب به نظر می رسد که این با فراوانی محصولات در بازار و همین گونه بهتر گردیدن وضع مالی خوجگی‌های دهقانی آورده می رساند. سال جاری سهامداری خوجگی دهقانی میرزا قیاموفی جماعت دیوتی خلیفه حسن در میدان 7 هکتار کارتوشکای بروقتی کش نموده بودند که امروز ثمره خوب داده ایستاده است و بعد جمع‌آوری نمودن حاصل یکم نیت دارند که در این زمین کشت سبزی را به راه مانند. امسال 7 هکتار کارتوشکا کوردیم. حاضر کارتوشکا بعد دوشنبه پایتخت راه کردیم. بعد جمع‌آوری کارتوشکا دوم حاصل سبزی می‌کاریم. نیت داریم در حاصل دوم حاصل نقد گرفتنیم. حاصل جمع‌آوری نموده دهقانان در برابر تامین نمودن بازارهای داخلی همچنین با تکنیک‌های مخصوص به شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌ها دسترس کرده می‌شوند که با فراوانی این نمود محصولات کشاورزی و معتدل گردیدن نرخ آن مساعدت می‌کند. سال جاری نیت کردیم در 50 سوتق زمین کارتوشکا کوریدیم. کارتوشکا حاصل خوب داد. یک قسمش حاضر کنده
بالگار کردیم قسم دیگرش سبزی میکنیم من همجا خطور کرده خالتا خدا به شکر نقص حاصل رحمت جناب عالی با که ما با همه خیلی زمین و آزادی دادگی و همین کار کرده گرشتوسی قید کردن ضرور است که سال جاری کشاورزان این جماعت طبق اطلاع در میدان 255 گکتار کشت کارتوشکای بروقتی را براه مانده بودند که در اکثریت این زمین ها جمع‌آوری حاصل شروع گردیده تا امروز در یک قسمت آن الکی کشت تکراری گذرانده شده است و دیگر زمین ها برای گذراندن کشت آماده کرده می شوند. همین گونه هر چیز زودتر جمع‌آوری نمودن حاصل زمین و در جای آن گذراندن کشت تکراری از هدفهای اساسی دهقانان و کشاورزان شهر پنجکین به حساب رفته برای اجرای هر چیز زودتر آن کارها با مرام پیش رفته ایستاده. بینندگان گرامی در همینجا برنامه پیلوتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.